داستان خسرو و شیرین، قسمت دوم. پس از چندین روز سفر، خسرو در مسیرش به چمنزاری می رسد و تصمیم می گیرد ساعتی را در آنجا به استراحت بپردازد. او به تنهایی برای گردش به سوی چشمه‌ای که در آن نزدیکی است می رود. در آنجاست که شیرین مشغول شستشو و آبتنی است و موهایش به صورتش ریخته و از دور و برش غافل است. وقتی شیرین موهایش را کنار می‌زند و به اطرافش نگاه می‌اندازد، جوان زیبایی را می‌بیند که او را تماشا می‌کند. او از ترس به خودش می‌لرزد و با موهایش بدنش را می‌پوشاند. خسرو که فریفته شیرین شده است، لحظه‌ای از او چشم بر نمی دارد. ولی وقتی می بیند دختر از نگاه او در رنج است، چشم از او بر می گیرد و به مناظر دیگر نگاه می کند. شیرین از فرصت استفاده کرده و لباس پوشیده و به شبدیز سوار می شود و به سرعت دور می شود. وقتی خسرو دوباره به سوی چشم نگاه می کند، دیگر اثری از دختر نمی بیند. این دو نفر گرچه یکدیگر را نشناختند، ولی نادانسته به هم علاقه‌مند می شوند. شیرین به سفرش ادامه می دهد تا به مدائن می رسد و به قصر خسرو وارد می شود. در آنجا کنیزان او را می پذیرند، اما از روی حسادت با او بدرفتاری می کنند. شیرین از آنان می خواهد تا قصری جداگانه برای او در محلی خوشاب و هوا بسازند، ولی کنیزان به بنایی که قرار است قصر شیرین را بسازد فرمان می دهند که قصر را در محلی دور افتاده و دلگیر بسازد. بنا هم قصر را در محلی سنگلاخ و بد آب و هوا در 60 کیلومتری کرمانشاهان می سازد. شیرین به همراه چند کنیز به آنجا که بی‌شباهت به زندان نیست رفته و به انتظار خسرو می نشیند. از سوی دیگر خسرو به ارمنستان می رسد و مهین بانو او را با احترام فراوان استقبال کرده و از او می خواهد مدتی در ارمنستان مهمان او باشد. خسرو مدتی در آنجا به عیش و خوشی می پردازد تا وقتی که شاپور به حضورش می رسد و ماجرای شیرین و رفتن او به مدائن را تعریف می کند. خسرو مطمئن می شود که دختری را که در چشمه مشغول آبتنی دیده است همان شیرین بوده است. خسرو شاپور را مأمور برگرداندن شیرین به ارمنستان می کند. همان روز مهین بانو وارد بزم خسرو می شود و خسرو ماجرای آمدن شاپور و رسیدن شیرین به مدائن را به او خبر می دهد و می گوید به زودی شاپور را برای بازگرداندن شیرین به مدائن می فرستم. مهین بانو پیشنهاد می کند که برای رفتن شاپور به مدائن از اسبی به نام گلگون که همانند شبدیز تندرو و رهوار است استفاده شود و خسرو می پذیرد. وقتی شاپور به مدائن می رسد و سراغ شیرین را می گیرد، او را در قصرش می یابد و چون از او می پرسد چرا در این جای دلگیر ساکن شده است، شیرین می گوید اینجا را به همنشینی با کنیزان فتنه‌جوی خسرو ترجیح می دهم. شاپور خبر رسیدن خسرو به ارمنستان را به شیرین می دهد و از او می خواهد که با هم به نزد خسرو بروند. قبل از اینکه شیرین و شاپور به ارمنستان برسند، به خسرو خبر می‌دهند که پدرش هرمز درگذشته است و او باید برای تصاحب تاج و تخت به مدائن برگردد. خسرو به مدائن می‌رود و بر تخت سلطنت می‌نشیند.
پس از سامان گرفتن کارها، وقتی جویای شیرین می شود، به او می گویند که مدتی قبل به همراه شاپور به جایی نامعلوم رفته است. هنگامی که شیرین و شاپور به ارمنستان می رسند، خسرو از آنجا رفته است. اما مهین بانو از شیرین استقبال می کند. فرار بیخبر او را به رویش نمی آورد. و دوباره آن 70 ندیمه و قصر و خدمتکاران را به او می دهد تا روزگار را به شادی بگذراند. در مدائن پس از مدت یکی از سرداران هرمز به نام بهرام چوبین به طمع پادشاهی سپاهیان را بر ضد خسرو می‌شوراند و به همه اعلام می‌کند که خسرو مسبب مرگ پدرش است و لیاقت پادشاهی را ندارد. خسرو وقتی می‌بیند توانایی مقابله با توطئه‌گران را ندارد، به آذربایجان می‌گریزد. پایان قسمت دوم. نظامی گنجوی.